لا اله الا. اول چی می؟ لا اله، هیچ معبود بر حق نیست. معبودای باطل اول رد میکن، لا اول انکار میکن، الا الله، مگر صرف الله. اول چی میکنی؟ فمن یکفر به طاغوت، کسی که به طاغوت، به رئیسای کفار، کسایی که عبادتشان میشه، قوانین و نظامای کفری کافر شد، یعنی منکر شد و ایمان آورد به الله، به صفاتش، به معبود بودنش، به قوانین و دستورش، فقد استمسک، اینی ایمان صحیح است، این مومن شده و این چنگ زدگیست به حلقه ایمان. یکم تا چی میگه؟ من هم دموکرات هستم، هم یک انسان آزاد هستم و هم مسلمان هستم. ایستی مسلمان کافر میگه هم دموکرات هست. دموکرات چی من؟ بگو دموکرات هم. یکم تا دیگه چی میگه؟ من هم عضو سازمان حزب خلق هستم و هم مسلمان هستم. نیستی مسلمان. حزب خلق هم هستی و مسلمان هم هستی. یا میگه هم سازمان شانگهای فلانی هستم و هم در پیمان ناتو هستم و هم دوستای کافر هستم، کت کافرها، و هم مومن هستم. چی میشه؟ نمیشی، این جمع نمیشه. این مثل که آتش آمد تو در جای جمع کردی، امکانش نیست. نه، اول باید کفار رد کنی، قوانینش، نظام ها، شیاطین، نظام های شاید کلش منکر شد، نفرت داشته باش، بعد از او ایمانت زن، بعد از او ایمان بیار. اول اعلان براعت است، نه تبرع، ولو براعت از نظام و قوانین کفری، بعد از او ایمان. غیر از متاسفانه می افغانستانی های ما و شما ایمانش صحیح نیست. چی میگه؟ همین کافرها باشه یا نه؟ و بهتر کافر نباشه، ما و شما کاربار که کده میتونیم، این ایمانش رفت. حالا تو چی میکنی؟ کافر میگی باشه، کافر منکر شو از طاغوت و کافر، طاغیا و بیدینا، نظامای دموکراسی، با دموکراسی منکر شو. فمن یکفر به طاغوت، یعنی دموکراسی خودش طاغوته، از این منکر شو، از کمونیسم منکر شو، از کاپیتالیسم بازار آزاد و گپا. و یؤمن بالله، ایمان بیارد به الله، یعنی به ذات الله و صفاتش، قانونش، معبود بودنش، فقد استمسک. یؤمن بالله شد. فمن یکفر به طاغوت لا اله، یؤمن بالله الا الله شد، لا اله الا الله. فقد استمسک، بدون شک، قد استمسک، چنگ زده. استمسک را سعی کنید دیگه چند تاکیدات هست. یکی لفظ ماضی است، از قبل چنگ زده، این تو ایمان میگه بسیار محکم، و استمساکی محکم گرفته، چنگ میتون منگولی لگوله ده. بالعروه، عروه مو حلقه آهنی را گفته میشه که بسیار الوسقا که خوب محکم هم باشه، و حلقه که بیخی فولادی باشه. الله می فرماید که این چنگ زدگی است به یک حلقه الوسقا بسیار محکمی، لنفصام، ای دیگه تاکید، هرگز جدا نمی شود. جدایی لنفصام لا که سکلدنی نیست، نمیسکله، بریده نمیشه. این تو حلقه فولادی است که هیچ بریده نمیشه. الله اینجا تشبیه داده ایمان تشبیه داد عقیده توحید. کسی که فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، عقیده توحیده. وقتی که با دلایل از قرآن و وحی محکم شد، دلایل وحی این به حد محکم می شود، به شرطی که ایمان دیگه می تو تحقیقی باشه، یعنی علمی باشه، تقلیدی نباشه. باز اگر هر نوع طوفان کفر بیاد، فتنه ها بیاد، فشارها سرت بیاد، بندی خانه بیاد، هیچ محکم است. همیال چقدر طوفان های فتنه هست، دموکراسی است، کفر است، است. ولی اگر کسی ایمانش همی تو صحیح بود، با دلایل بود، مطابق در روشنی قرآن بود، آگاهانه بود، هیچ فتنه سرش تاثیر نداره، محکم. لنفصامه بریده نمیشه. اگر نه یک طوفان کفری آمد، دموکراسی آمد، بی که رفت ایمانی ازی. این خب مثل موتار بسیار عاجزه کسی، مثل تار میسکله میره دیگه. بی چی میگه؟ ما در افغانستان دموکراسی واقعی میخواهیم. این آدم کیست؟ مجاهد هم است تخلصش. خب 14 سال علیه روس هم جهاد کرده. دموکراسی که آمد چی گفت؟ از صداش از نافش میبرامد، دستی که چیخ میزن. خود در پارلمان کاندید کرده بود. خب یک 500 مولوی چی میگه؟ ناره تکبیر. توبه استغفرالله. من گفتم او کفر میگه، این ناره تکبیر میگه. حال نامش نمیگیرم، 14 سال جهاد کرده، تخلصش هم مجاهد است، سر نامش هم ملاست.
آخر نامش هم مجاهد. چی میگه؟ ما در افغانستان دموکراسی واقعی میخواهیم. حالا چرا تو چیخ میزنی؟ میخوایم در پارلمان برو. گفتم کافر شدی حال تو به تو چیزا. نه واقعی چی معنا؟ یعنی اسلام. واقعی. گفتم واقعی کفر سریع را گفتی تو. حالا چرا نمیگی که ما در افغانستان اسلام واقعی میخواهیم؟ ها؟ چرا تو نمیگی؟ میگی دموکراسی واقعی میخواهیم. گفتم تو کفر به طاغوت نکردی. کفر به طاغوت اگر میکردی گپ نمیگی.